روز 14 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 12:30 راننده تراکتور تمغه امتزه 80 رجبوف اسلام‌الدین سفارویچ سال تولدش 1970 ساکن نویه کوشانیان با 2 عدد پریچپ با هم بسته و پر از علف از روی ماشینگرد نویه مذکور حرکت میکرد. در همین وقت نابالغ امینوف سیفورشو سال تولدش 2010 ساکن امین نویه به قسم قفای پریچپ یکم تراکتور چسبیده است. سیفورشو تخمینا 700 متر رفته ناگهان افتیده است و چرخ پریچپ دوم نابالغ را زیر کرده است. متاسفانه او جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به این حالت تحقیقات ادامه دارد. از اول هفته جاری وزارت کارهای داخله الکی درباره هلاکت دست کم 6 نفر در صدمه‌های نقلیاتی خبر می‌دهد. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخله تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. سرعت بلند حرکت و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه، همچنین راه‌ها و ماشین‌های فرسوده از علت‌های عمده صدمه‌ها از جمله صدمه‌های مرگ‌آور در راه‌های تاجیکستان نام برده می‌شود.